برای زوربک شریپوف موسمی پرتشویش است. باید وقتی خود را در این پشت‌ها گذراند و به دزدیده شدن حاصل پیست راه ندهد. پیست‌زاری او وسیع و 300 گکتر است. میگوید در پاندمی کرونا ویروس شماره بیکاران زیاد شد و آنها به پیسته چینی رو آوردند. یکی از این سالا مشکلات ما همین نفرای بودن که در نبودن جوی کار، در نبودن پیدایش ویروس و کرانتین از بیکاری رو به کوه آورده. تماما انتظار نشدن که پیسته مغز خود پر کند و همون را به صفت بلند شود بچینند. خم شبانه می اومدن بچیندن. بیشتری پیست‌زارها در ناحیه خراسان خصوصی شدند و هر نفر باید نصف پیسته چیده‌اش را به صاحب جنگل سپارد. محض همین باعث شده است که قسمی از ساکنان غیر رسمی پیسته میچینند. مسئولان اداره جنگل میگویند امسال حاصل پیسته چندان خوب نیست. برف در آخر بهار به حاصل پیسته در ناحیه‌های فرخار، وخش خراسان و دنغره ضرر رساند. جمعواری تو حال ما جمعواری نکردیم از سبب برف آخرانی که از سبب باد هوا کم تا دیگرش دیگه امسال نیت داریم که بعد از 10 روز بعضی جاهاش که هست همون جمعواری را سر کنیم. جنگلزارهای ما اکثریتش برای همچون شهرنامه به شهروندان داده شده است به مهلت 5 سال 10 سال. بعضیش خیلی نگاهبین خیلی خوب است. در ختلان امسال در یک هفته 2 پیسته چین هلاک شد. زن با خلطه پیسته زیر چرخ ماشین ماند و مرد از درخت پیسته به غار افتاد. ختلان 58,000 گکتر پیسته‌زار دارد. در 10 روز اخیر 5 نفر را برای جمع‌آوری غیر قانونی پیسته جریمه کردند. خود پیسته چین ها میگویند رسمیات طوری باید باشد که آنها هم ضرر نبینند. پیسته معمولا در کوه پشته می روید و جمع‌آوری حاصلش زحمتی زیاد می خواهد.